سفر هیئت روسیه به تاجیکستان 3 روز دوام کرد و در پایان آن مقامات تاجیک روس یک نشست خبری برگزار کردند. والنتینا کازاکووا سردار سرریاست مسائل مهاجرتی روسیه یا FMS در این نشست خبری گفت مهاجران تاجیک تا 30 ایون می توانند سندهای خود را در روسیه قانونی کنند. پیشتر مقامداران روسیه گفتند مهاجرانی که غیر قانونی در این کشور اقامت دارند در صورتی تا 15 ایون درست نکردن سندهایشان از آن کشور اخراج و نامشان در خط شخصانی ممنوع الورود وارد می شود. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت از تاجیکستان 247,000 مهاجر به این گروه وارد می شوند. هرچند مقامات تاجیک گفتند این رقم از حد زیاد است. سردار FMS روسیه روز 21 اپریل در شهر دوشنبه از مهاجران و نزدیکان آنها خواست که تا مهلت مقرر شده یعنی تا 30 ایون سندهای خود را در روسیه قانونی کنند. والنتینا کازاکووا همچنین از مهاجران خواست برای درست کردن سندهایشان با میان روان باور نکنند و به آنها مراجعت ننمایند. میخواستم مخصوص توجه شما را به این مسئله جلب کنم. خواهش زیاد میکنم از خدمت میان روان استفاده نکنید. ما این مسئله رو هم بررسی کردیم. متاسفانه حالتهایی هست که مردم به میان روان مراجعت میکنند، حجتهای قلبکی میگیرند و این چیز برای آنها عاقبت‌های ناگوار پیش میآورد. برای همین تنها به واحدهای رسمی بخش مهاجرت باید مراجعت کرد. والنتینا کازاکووا ضمن نشست خبری همچنین گفت تاجیکستان و روسیه نقشه دارند تا آخر سال برای تنظیم مهاجرت چند سند دیگر را امضا کنند. سازشنامه درباره ریادمیسیا یا بازپسگردانی شهروندان تاجیکستان از روسیه که قانونهای آن کشور را ویران کردند یکی از این سندها می باشد. مقامات دو کشور تا حال جزئیات این سند را شرح ندادند. هیئت روسیه زیر رهبری اندری رودنکو معاون وزیر کارهای خارجه آن کشور روز 19 اپریل برای گفتگو در مسئله مهاجرت به شهر دوشنبه آمده بودند. هیئت در این مدت با مقامداران وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفتگو کردند، ولی در نشست خبری که در پایان این سفر صورت گرفت درباره پروازهای مستقیم و یا زیاد شدن تعداد پروازها هیچ اشاره نشد. سفر این هیئت برای تاجیکستان از آن جهت مهم است که سالانه صدها شهروند تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. برخی مهاجران گفتند امید دارند که سفر مقامداران روس به تاجیکستان برای شهروندان تاجیکستان در روسیه سبوکه پیش می آورد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.